در ولایت ختلان از استفاده نادرست مواد سوخت سال روان علاکه 3 حالت زهرآلودشوی از دود انگشت به قید گرفته شده است. در فصل‌های تیرماه و زمستان سال‌های 2024-2025 طبق اطلاع پروکراتوره ولایت ختلان 7 حالت فوت از دود انگشت به قید گرفته شده است که این از بی‌اعتنایی، استفاده نادرست پیچ‌های علاوی و مواد پس‌صفت ارزیابی می‌گردد. همکارمان حسنزاده منوچهر دایر به این موضوع با مسئولین این نهاد صحبت آورستند. با آمدن فصل سرما و استفاده برزیاد موادهای سوخت از قبیل انگشت، هیزم و دیگر سوزشواری‌ها، حالت‌های به نظر می‌رسند که از بی‌احتیاطی قسمی از ساکنان فرزندان خود را از دست می‌دهند. طبق طلبات قانونگذاری باید شخصانی که از انگشت و دیگر موادهای سوزشواری استفاده می‌برند باید به خطری فرزندان و دیگر پیوندان را باید رعایت کنند. در صحبت ما قرار دارند ورقه زینالدین، یاردمچی کلون پروکورور ولایت، مشاور عدلیه درجه یکم. آیا در ولایت ختلان حالت‌های زهرآلودشوی از دود انگشت به قید گرفته شده است؟ متاسفانه همه ساله در دوره زمستانگذرانی حادثه به هلاکت رسیدن شهروندان ساکنان ولایت از دوده انگشت و همچنین دیگر مواد سوخت جای دارد. از جمله سال 2024 چنین حادثه ها 4 مرتبه رخ دادند در شهر نایه و متاسفانه باعث هلاکت چندین نفر آدمان شدند و در همین زمینه در سال 2025 نیز از ماه ینور تا عین زمان متاسفانه این حادثه ها به قید گرفته شده است و طبق تحلیل های مقامات پروکراتوره شعبه نظارت تفتیشات پیشکی عین زمان در حدود ولایت چنین حالت ها در 3 حالت جای دارد: در ناحیه خراسان، ناحیه جلال‌الدین بلخی و ناحیه کوشان. از جمله در ناحیه خراسان سنه 8 فوریه سال روان هنگام استفاده انگشت و در خواب بودن شهروند دولتزاده شهنازه سال تولدش 1992 با 3 نفر فرزندش، 1 نفر 12 ساله، 1 نفر 10 ساله، 1 نفر 7 ساله از بوی گاز کربن زهرآلود شده به بیمارخانه مرکزی ناحیه خراسان انتقال داده میشن که متاسفانه مادر همراه 2 نفر فرزند 10 ساله و 7 سالش درگذشتند و فرزند دیگرش 12 ساله نجات داده شد. یا هنگام استفاده نیروی برقی در هنگام آبازی کردن از خارج شدن گاز کربن جوان 18 ساله در ناحیه جلال‌الدین بلخی به هلاکت رسید و عیناً چنین عمل وابسته به چنین استفاده موادهای برقی انرژتیکی که باعث به هلاکت رسیدن بانوی در ماه ینور در ناحیه کوشانیان به عمل آمد. سبب و عامل‌های زهرآلودشوی ساکنان از چی است؟ پیش از همه این رعایت نکردن به خطری تکنیکی. فرض کردیم تکنیک برق دهنده که انتقال برق طریق جریان برق الکتریکی می شود، در همان حالت ها هم آلات و اشیاء هستند که گاز کربن خارج میکنند. فرض کردیم در ناحیه جلال‌الدین بلخی و یا ناحیه کوشانیان که این باعث مرگ همان شخصان شد و یا اینکه در ناحیه خراسان وقتی خواب بودن همان اچاق پیچ که در آن انگشت پر کرده شده است پورا روی پوش کرده نشده است و هنگامی در خواب ناز بودن مادر 3 نفر فرزند خردسال است گاز کربن خارج می شود و این گاز حتما انسان رو در یک مدت معین آرام به مدهوشی به بیماری میبرد، به بیهوش شدن میبرد که چنین عمل رو هم از لحاظ طبی مرگ
آرام می‌نام، یعنی آدم از حرکت میماند، دست و پا هم نمیزند و در یک لحظه معین اگر سری وقت یاری طبی رسانیده نشود به هلاکت میرسد که متاسفانه همین عملها در ناحیه خراسان باعث قربانی مادر، ضرر برداشتن 3 فرزند شد که 2 فرزندش به هلاکت رسید و عیناً چنین عملها وابسته به خارج شوی گاز کربن از انگشت سال گذشته در 4 حالت در حدود ولایت ختلان رخ داده است که وابسته به این مسئله ها سال گذشته از طرف پروکراتور ولایت نیز سنجش ها گذرانیده شده، چاره های اعتنایی داده شد. عین زمان طبق دستور شخصی پروکرور گنرالی جمهوری تاجیکستان از طرف پروکرور ولایت با مقصد خبردار کردن، آگاه کردن، پیشگیری کردن همین حادثه بسیار ناخوش که اصلا از بی‌پروایی شهروندان رخ می‌دهد، یعنی استفاده انگشت که میتواند از بی احتیاطی خارج شدن انگشت در وقت خواب گاز کربن آدم را به مرگ برده رساند یا اینکه باعث سبب بیماری وزنی گشتن شهروندان میگردد. سپارش ارسال کرده شده. در این سپارش آمده است که تمام پروکروران شهر و ناحیه‌های ولایت در یک جایگی با کارمندان مسئول مقامات‌های اجرایی شهر و ناحیه‌ها، رئیسان جماعت‌های شهر و دهات، مسئولان تشکیلات و مؤسسه ها علل خصوص در صنفخانه ها، بخش های شعبه های معارف، خوابگاه های دانشجویان و طالب علمان، کارخانه ها در بین اهالی در منزل استقامتی شهروندان واخوری و صحبت ها گذرانیده به اهالی فهمانیده داده شود که خود را فرزندانشان را از همین حادثه های ناخوشی ضربه گرفتن، جراحت گرفتن از دود گاز کربن، دود غلیظ و دیگر انواع سوختار که از نفت و انگشت به وجود میآیند خود و فرزندانشان را نگاه کنند و پیش از همه بی‌خطری تکنیکی را رعایت کنند تا یگان آسیب به فرزند، اهل عائله، سلامتی خودشان آورده نشود. شکلی که ما از پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از سنه 28 دکبر سال روان میدانیم، همه وقت در همین پیام و در دیگر پیامهاش راهبر دولت پیشوای معظم ملت پیش از همه به سلامتی، تندرستی اهالی ساکنان کشور دقتی از همه بیشتر می‌دهد. به همین خاطر ما همه در یک جایگی وظیفه داریم که کارهای فهماندهی را عملی نماییم تا راه چنین عامل‌های ناصواب و ناخوش را پیشگیری کرده توانیم. قانونگذاری برای رعایت نکردن طلبات‌های بی‌خطری چه حالت‌ها را پیش بینی نموده است؟ در قانونگذاری ها هست، هم در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان هست، هم در کودکس حقوق ویرانکاری مأموری هست و هم در دیگر سندهای حقوقی هست که در این اساس طبق سندهای از طرف پروکراتور ولایت طریق نظارت عمومی سنجیده چاره‌های عملی زیاد اندیشیده می شود. لیکن متاسفانه من باز همین گونه به احتیاطی ها نیز از طرف شهروندان زیاد رخ می دهد که ما باید اینها رو پیش راهشان را گیریم. طبق تحلیل و نتیجه گیری های پروکراتور ولایت خودی در سال 2025 علاقه یک ماه گذشت این جانب 3 حالت زهرآلودشوی ساکنان به قید گرفته شده است و این نفران هم از حیات رفتند. از ساکنان برمی‌آید که طلبات‌های بی‌خطری را خصوصاً استفاده درست انگشت و پیچ‌های علاوی را باید درست استفاده برند و پیوندان و نزدیکان را بی‌خطریشان را باید رعایت کنند.